واتساپ بچه، اسم منظور خوش اومدیم ویدیو. در حال این ویدیو میخوایم بریم گانامون رو آپگرید کنم. یادتون رو بهتون گفتم که گانامون رو باید آپگرید میکنیم توی ویدیو. این ویدیوه. هر چه سریعتر بریم سراغ ویدیو. Let's go. درود بچه ها، همونطور که تو اینترو گفتم میخوایم بریم باکسامون رو باز کنیم. نگفتم تو اینترو ولی اوکی، اینجا میگم باکسامون رو باز کنیم. این باکسای آپگرید گانمون رو که 100 تا ازش داریم. به نظرتون وایسیم ببینیم چقدر نیاز داریم تا AK-مون رو لول 6 کنیم. AK-مون رو بخوایم لول 6 کنیم. AK خب 34 تا داریم، یعنی 34 تا میشه 366. 366 آره دیگه، درست نه 367. آره خب دیگه 34 تا ولش کن، حالا میبینیم. بریم باکسمون رو باز کنیم. من نمیدونم چی رو باید باز کنم، واقعا اول میام 3 تا باز میکنم. بذار اینم 3 تا چقدر میده. خب 12 تا میانگین 4 تا. خب ما میریم تعدادش میبریم رو 5 تا. خب 37 تا خوب داد به نظرت؟ آره دیگه، 2 تا باکس خیلی خوب داد. خب حالا میایم یه 7 تایی باز میکنیم. 33 تا بد داد. بذارم 5 تا باز بذاریم 5 تا 27 تا 5 تا هم رید. بذاریم 10 تا. خب 10 تا هم رید. او من حس میکنم نده بهمون اون قدری که میخوام. ویدیو کنسل میشه. او خیلی داره بد میده. بذاریم 10 تا باز کنم. اوکی خوب داد. خب 54 تا خوب داد. اوکیه، قابل قبوله. بذار 10 تا. خب 56 تا اوکی، فکر میکنم نداده باشه. خب 10 تا. بسیم ببینم 426 تا. تموم بچه ها، گرفتیمش. بریم آپگریدش کنیم. اوه 13 تا هم با هم باز کنیم. 57 اوکی 528 تا گرفتم. همونطوری که تو ذهنم بود قبل از اینکه ویدیو رو بگیرم گفتم که بچه ها ام پی همون میتونم لول 5 کنم. لول 5ش خط تیر میاد. خب همونجا بودیم گفتم خط تیر میاد. بعد واسه تامسون هم که هیچی، تامسون اصلا آپگرید نمی کنم. اسکور خط تیر میاد اینا. خب حاجی ایکی همون لول 6 کنیم و به این زیبایی. بسم الله الرحمن الرحیم. بریم واسه آپگرید کردن لول 6 این ایکی زیبا و تمومه. چه زیباست این ایکی، چه روخی داره بچه. بذارید من این ایکی همو عوض کردم، یادمه. آره اینو گذاشتم. آقا این ایکی رو مگه میشه آقا دستمون نگیریم؟ من میگم مکس کردنش هم میایم تو همین ویدیو. دارم بهتون میگم همین الان مکس کردنش هم میایم تو همین ویدیو. خب بریم ایکی رو ببینیم. میگه یخو سریعتر میشکنه پاور ایکی لول 6 کردن. اولش کلا ظاهرشه و به مکس کردن نزدیکتر میشیم. و اینه که وقتی پاورش اینه که پاور لول 6ش که همه گانا دارن اینه که میتونیم یخو سریعتر بشکنیم. حالا ما بریم امتحان کنیم فعلا که دستمون خیلی خوشگله. خب این هم 3 تا انزوی بچه ها، اینو یادتون باشه. خب اوکی بریم یه ترینینگ. بای نت ایران. نه اوکی.
بچه الان میگین که این 100 تا بوکس رو از کجا آوردی؟ آفر رو خالی کردم. حالا میگه ویدیوش کو؟ بچه به خدا سر صبح بود، من تا از خواب پا شدم دیگه. اوف چه فولی میزن. انزو این بوت باشد. این بوت حالا دیگه نمیخوره. چه ایکی دیگه با هم نمیخوره. الان بزن یخ خودمون رو فکر کنم بشم. اوریون اوکی نه بزنیم. آره دیگه یخ خودمون بزنیم بچه. یه دونه یخ میزنم 7 ثانیه شما رو میذارم. اوکی نگاهیم 26 تا از چند تا 26 تا تیر از 42 تا. یه تست جالب بزنم ببینم AK لول 6 پاورش بر میدارم. میکنیم خب یه چیز دیگه بذارم. خب میذارم این کتابم توضیح گرفتم و از همین آفره رو نگاه کنیم. آفره رو کلن اینا رو همه رو گرفتم. ولی چی شد بچه جونم؟ ویدیو شد گرفتم. میخواستم ویدیو اسکیموش رو بگیرم. اسکیموش یکم زشت بود گفتم ولش. حالا ببینیم این ایکی هم میخوره. اوف وقتی این بود بشین همه چیز میخوره. حالا چرت و پرت نگیم بریم. ای بابا اوریون رو من عوض نکردم. خب اوکی ای یخ بزن یخ تازه بزن بنامون 42 تا تیر. ببینیم قبل 26 تا باید بشنم یا 21 یا 22 تا بود. یعنی کلا 4 تا تیره. یه نمیدونم مثلا این بزنم با این ایکی لیلا. حالا اسکار رو من فشار داد آقا حساب نیست. فانتوم طلا رو به کیا میدی آخه؟ بچه چرا نمورد؟ حساب نکرد. ای بابا بزن این بزن. بچه میخوام فشار. بچه دیگه این چی شد؟ رفت تنظیمات پدر سگ آخه خدا زده. بسه تو این لول گاز لولی یافت نمیخوره. بابا من تو رو میزنم. زدمش دیدیم بچه جونم. این زدمش. اوه این با هول کردین؟ تو اسکوپ رو شکم یارو گرفته بودم خورد. ولی اگه میخواین این بات داشته باشین همین طور که دیدین عدد 4 رو داخل کامنت رو بفرستین. تو نیا انساک میخواست بره این بالا. ای بابا ای بابا بچه ها ما میخواستیم روح ایکی رو ببینیم چرا داریم باید میزنیم. بچه ها اینو آپگریدش کردیم ولی ویدیو نگرفتیم به خاطر همین الان روحش رو دیدیم چه چیزی میخوره. حالا بزنیم ایکی لول 6 برادر جون. ایکی لول 6 داری اونو برداشت چی؟ من همیشه دوست داشتم تو زندگیم ایکی هم من دنس ایکی مکس داشته باشم. الان خیلی بهش نزدیک شدم. فکر میکنم این آفر بعدی دیگه مکسه. نه آفر بعدی نه این آفر نه 126 تومن دارم. آفر بعدی مکسه. آفر بعدی دارم بهتون میگم. آفر بعدی مکسه. بچه همه چی الان دور این چیلی فشار میده. اوه حال میکنین؟ خدا زده جلو من موبین برزیلی میگی. الان میام تو فوش نده. این بات حال میکنین بچه جونا؟ حالا این بات ما نخورد. این بات ویسه نمورد یه دونه 183 تا هم زده بودم اونجا نمورد. اونجا از اوریون میبینی استفاده نمیکنم. چه فشاری دارم میدم ولی با اسکوپ هم هدشات میزنم. عجب سنسی دارم. اگه میخوایم ویدیو سنسمو بگیرم لطفا تو همین الان تو کامنت بگین. خودم سنسمو ساختم فکر میکنم واسه دست خودم فقط خوبه.
بابا اگه دوست دارین ویدیو چطوری ساختن سنسم بگیرم حتما تو کامنت ها بگین. ولی میبینید چقدر دارم بهشون میزنم نمیبینید. بابا مثلا فول هد بزنم. بابا وست نمیخوام بزنم. خیلی هد زدم. خیلی هد زدم. همش وست بود. درسته چه میسی میده بابا. از همین اون موقعی که با اسکوپ دارم فول هد میزنم الان هم که این نوبسته خدای فول هد داشتیم بچه بهتون گفتم فول هد میزنم زدم. آخه خدا زده اسکار تو اسکین نداره. من برم با اسکار خدا ولش آجه یه اسکوپ چود بزنم واسهتون. زیادی تو ترینینگ میدیم. بذارین همینو از ترینینگ میریم بیرون. فقط یه دقیقه دیگه بچه وایسی. من روخ بهتون هنوز نشون ندادم. اگه من یکم تو دماغی صحبت میکنم فکر میکنم سرما خورده باشم. بذاریم من بذارم این رو مکس. به خاطر شما گوشیم تشنج میکنه ولی خب بالاخره ارزششو داره برای شما. خب اینم کده اوکیه بی. یعنی چه زیباست. اصلا قشنگ کلوفتی که الان در میابید. الان واسهتون بگیرم عشق و اینا. چه کیفیتی داره فیفا. تو این کیفیت هم میدونستی میتونی هد بزنی. بیشتری شد. بجا میبینی گوشیم داره تشنج میکنه. پینگش رفت والا. نکن روح کن. داره برق میزنه تو دستت. اینم که همون پاوره که بهتون گفتم. اینجا گانم میزنه. نکنیم گوشه سمت راست اینجا نگاه کنید. کنار اون بالا گوشه پایین گرفتیم فکر کنم. آره اونجا هم میزنه. خدای روح نگاه کن چه روحی داره. پشتت چه کلفته. نگاه کن گردنش. نگاه کن چه کلفته. ببینیم بچه ها نگاه کن اسکوبچات هم میخوام بسازم بزن. همه بست بابا یه دونه هد بخور بچه ها ببینم. من این بات هم این مثل این گیم بات نیست. کانسل نیست. کانسل اینجاش کنیم. بچه دیدین اسکوپ خدای خورد نهیدین. بچه گوشیم داره صدا میده. دیگه تشنج میکنه. درسته این همه وست. بچه نکن یه اسکوپ فولت بزنم مثلا تو. نکن یعنی وست نخورم. اینجا رو ادیتور کات بزن. واه بچه رو هدش تنظیم کردم وست میخوره. بچه اگه میخواین این بوت من رو نهشته باشین لطفا تو کامنتو بگید. حال میکنه این پروپلیر همه فول هده. بزن اینو بزنم. اون میگیم بوته. این چی؟ اینم واسه تون فول هد میزنم. یه داره روش تنظیم کنم. واه من خیلی پرام. بزنیم بچه وست. این وست 4. اینم وست 4. هلمت 4. بچه جونه هم نکن AK لولی اینه. نگاه کنین یارو میگی الان هدش 111 تایی خورد. خب نگاه کن بزو بمیره وست یارو خورد. نگاه کن یه این دیدین این بات من دیدین آمدم اینو بزنم رو این هد این قلف کرد. اینو دیدین چه فولدی زدم اینو. حالا زیاد زرزر نکنیم. خدافظ. بریم از این بیرون. خب حالا دیدیم دیگه یکی آپگرید کردیم تا فعلا. بریم واسه ویدیو رو تموم کنیم. فقط لایک سابسکرایب کامنت انگلیسی فارسی یادتون نره. تا درودی دیگر بدرود.